بابا این لاشه عظما داره بو میگیره، همینطور بلا تکلیف مونده رو دستمون. بیاید برش داریم ببریم چالش کنیم. سردار وحیدی آقا عراقچی گفته تنگه رو میخوان باز کنن. غلط کرده، بریم تنگه رو ببندیم. لاشه عظما چی میشه؟ ببند بابا گور دده عظما. آقا این دفعه دیگه لاشه رو میبریم. سنگم از آسمون بیاد ما باید این لاشه عظما رو چال کنیم. کپک زد بابا بدبخت. سردار وحیدی آقا میخوان گرد و غبار هسته‌ای رو تحویل بدن. چیا؟ بیجا کردن. بریم غبار روبیشون کنیم. آقا عظما چی میشه بر؟ ول کن بابا، بیا تا غبار روبید نکردن. این دفعه دیگه چالش میکنیم. دشمنم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. سردار وحیدی عراقچی بازم میخواد بره اسلام آباد. چی گفته؟ آقا این بار دیگه هر طور شده چالش میکنیم. عظما من بهت قول میدم چالت کنم. وای اگر خامنه ای جواز دفنم دهد، هیچکی تو دنیا نتواند که جوابم دهد. خیابون بیاید بابا اغتشاش شده. ای بابا نمیخواید چال کنید؟ خب چال نکنید. چرا هی منو میکوبید زمین؟ گونی پیاز نیستم ولی فقیهتون بودم ناسلامتی. ضرب مغزی شدم بابا، نخواستیم اصلا. مشتبا خاک بر سرت که بابای بدبختت هم نتونستی چال کنی.